پارت سوم از جلسه دوم در خدمتتون هستم. امروز 2 جلسه داریم، یعنی جلسه دوم و جلسه سوم رو امروز با هم دیگه داریم. خب من چون کلاً به این موضوع خیلی اعتقاد دارم که هر چقدر هم بخوای شما دوره‌های مختلف شرکت کنی باید در مورد کار خودت بخونی، کتاب بخونی، چون کتاب‌ها خیلی میرن زیر ذره بین برای چاپ، پس اطلاعاتی که از کتاب‌ها میگیرید خیلی درسته. این کتاب رو من 4 سال پیش خریدم و خیلی هم دوستش دارم، چون 4 سال پیش خیلی به من توی پیجم، من 2 سال پیج دارم، 2 سال خورده‌ای، نه بیشتر، از دقیقا فکر میکنم 4 سال پیج خصوصی دارم، پیج کاری خصوصی چیه؟ پیج اولش با کار شروع شد و بعدش تقریبا بلاگر هم شدم که این کتاب مراقبت از پوست مو بود و چاپ سومش بود. اولین چیزی که منو جذب کرد توضیحات خیلی روانش بود. اسم نویسندش هم براتون میذارم توی استوری، اگر خواستید میتونید برید خودتون هم تهیه‌اش کنید. اطلاعاتش همه توی وبینار به شما داده میشه. اما سرفصل‌های خیلی جالبی داشت و اون زمانی که من این کتاب رو گرفتم بیشترین چیزی که به من کمک کرد توی قسمت فکر می‌کنم صفحه 79 بود، علامت داره، بذارید نگاه کنم. خیلی همه چی رو شسته رفته گفته بودن و آره، معرفی انواع ماسک‌ها و ماسک‌های صورت برای پوست طبیعی که اومدن و من از اینجا خیلی ماسک یاد گرفتم، ماسک‌های خونگی. الان میخوام اون ماسک‌های ستاره داری رو که یاد گرفتم و به شما چند تاییشو بگم. ماسک‌های خونگی احتیاج به تداوم در استفاده دارن. این ماسک‌های خونگی که میگم و میتونید برای خودتون استفاده کنید، نه اینکه برید برای مشتریتون درست کنید و استفاده کنید، مگر چند تا ماسکش رو که میتونید برای مشتریتون هم استفاده کنید، اما برای دستشون، مثلا ماسک رفع کک و مک و لکشون که واقعا خوب بود. ولی من اولین چیزی که از اینجا یاد گرفتم ماسک پیاز بود که برای مو استفاده میشد. آب پیاز رو با چند قطره روغن زیتون و یه مقدارم آب برنج رو که برنجی که لعاب داده رو ترکیب میکردم و میزدم به ریشه موهام و چند دقیقه وای میستادم. بعد از اینکه چند دقیقه وای ایستاده بودم، مثلا 1 رو 20 دقیقه، چیزی که اینجا توضیح داده بود، 20 دقیقه وای میستادم و بعد فقط با آب برنج ساقه موهامو میشستم. موهام الان خوب روغن کاری نشده و بافتم که خراب شده. ساقه موهامو با آب برنج میشستم و بعد موهام رو کامل میشستم با شامپوی مورد نظر خودم و این کار باعث میشد ریزش موی من کمتر بشه، پوهام پرپشت‌تر بشه و توی رشد قدی موهام هم تاثیر زیادی داشته باشه که تو پیجم هم گفته بودم. خیلی از ماسک‌ها رو گفته، اما یه ماسکایی رو گفته واسه این میگم نمیشه به همه چی 100% اعتماد کرد. مثلا نوشته ماسک لیمو ترش. ببینید دوستان، شما کلن من در مورد اسید و باز بودن تمام لوازم براتون توضیح میدم و تستشون هم میکنیم با هم، اما شما باید اینو حواستون باشه. محصولاتی که مثل لیمو ترش، شما گاهی وقتا به زبون که میزنید همون لیمو ترش مثل آناناس، نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه، اما آناناس چون آنزیم های خورنده داره، شما زمانی که آناناس میخورید بیش از حد که بخورید یا اگه آناناس خیلی تازه باشه یه جاهای احساس میکنید داره پوست دهنتون آروم آروم ریز ریز میره، یا اگر گوشه لبتون بخواد آناناس بمونه یه چند دقیقه، این گوشه لبتون رو همه رو حالت خوردگی ایجاد میکنه چون آنزیم های خورنده داره. دقیقاً لیمو ترش هم آنزیم هایی داره و چون که خیلی اسیدیه میاد و pH پوستتون رو به مشکل میندازه. توی ماسکای خونگی در صورت نیاز میتونید بین 1 تا 2 قطره لیمو ترش استفاده کنید، 1 تا 2 قطره لیمو ترش تازه. تو بین ماسکاش، ماسک جهت نرم کردن پوست دستش فوق‌العاده است.
من برای مشتری ها پکیج های مختلف دارم و پکیج های VIP ماسک های مخصوص دسته که حالا از برندهای مختلف که قبلا نیتروژینا استفاده میکردم ولی الان واقعا هزینه‌اش خیلی رفته بالا. برندهای مختلف ماسک های مختلفی دارم مخصوص دست، مخصوص پاکی، اونم بهتون آموزش داده میشه. ولی خیلی وقتا برای کسایی که میان پیش من و پکیجشون حالا معمولی از زمان کرونا به بعد، من خودم پکیج دست گذاشتم. اول دستشون رو اسکراب میکنم، راجع به اسکراب و لایه برداری صحبت میکنیم. اول دستشون رو اسکراب میکنم و بعد از اینکه دستشون رو اسکراب و لایه برداری کردم، اسکراب رو پاک میکنم یا میگم برن دستشون رو بشورن و میام یه مقدار گلیسرین، یک مقدار خیلی کم گلاب، همون مقدار گلیسرین مرطوب کننده هم که همیشه استفاده میکنم براشون یا ماسینکسه یا سعی میکنم نئودرم کاسه‌ای باشه که بهتون بازم نشون میدم توی کار عملی ها. پس گلیسرین، یه مقدار کم گلاب، مرطوب کننده، اینا رو با هم دیگه قاطی میکنم و توی دستکشای یک بار مصرف میریزم یا دستکشای لاتکسی، فرق نداره، میریزم داخلشون و میگم دستشون نیم ساعت تا 40 دقیقه‌ای که من دارم کار میکنم روی صورتشون دستشون توی این ماسکه باشه. برای خشکی دست و برای اون رفع الکلی که هی زده شده و پوست دست رو چروک انداخته فوق‌العاده است. پس شد ببینید یه مقداری که میگم شما میتونید مثلا یه قاشقی در نظر بگیرید، یه قاشق غذاخوری گلیسرین، یه قاشق غذاخوری میتونید روغن نارگیل هم بریزید یا روغن زیتون که روغن زیتون بهتره. به جای گلیسرین منظورمه یه قاشق غذاخوری مرطوب کننده و یه قاشق چایخوری هم از چی استفاده کنیم؟ از گلاب واسه چی میریزیم؟ گلاب واسه این میریزیم که خاصیت هم عطر خوبی داره، همین که چون که گلاب قلیاییه و یک جورایی خاصیت روشن کنندگی مقطعی هم به دست میده این گلابی که داریم استفاده میکنیم. مثلا ماسک پوستای جوشدار رو، ماسک دم کرده جعفریش رو من استفاده کردم، افتضاح بود. میگم واسه همینه میگم نمیتونید هر چیزی رو استفاده کنید. مثلا ماسک گوجه فرنگی من نمیدونستم گوجه فرنگی برای پوست خیلی بده چون پوست رو خیلی نازک میکنه. میگم ماسکای مختلفی وجود داره، اما اگر ما از ماسکای خونگی استفاده نکنیم از چه ماسکای استفاده کنیم؟ از ماسکای مختلفی که برندهای مختلف وجود دارن. ماسکای برندهای مختلف تکسچرهای مختلفی هم داره. یه سری ماسکایی هستن که حالا کرمی هن، یه سری ماسکا مایعن، یه سری ماسکا حبابی هن یا بابلن، یه سری ماسکا ژله‌ای هن که توی اینجا هم گفتم خب این چون کتابش قدیمیه یه سری از ماسکا هم نداره. مثلا اینجا فقط گفته ماسکای جامد، ماسکای پودری، ماسکای ژله‌ای، ماسکای کرمی. اما ما الان ماسکای مدل فلوید داریم، ماسکای بابل داریم، ماسکایی داریم که مدل مودن که مثلا ماسکایی که حاوی خاک رست هستن روی پوست مودشون عوض میشه، به خاطر همین به ماسکای مود معروف شدن. اول که میزنید حالت کرمی داره، بعد که خشک میشه حالت گچی پیدا میکنه. یا مثلا ماسکای ورقه‌ای داریم، ماسکای ورقه‌ای ژله‌ای داریم که ماسکایی هستن که ورقه‌ای هن اما حالتی که دارن مدل ژله‌ایه. ماسکای نقابی داریم که برای پچ‌های دور چشمه، ماسکایی داریم که جنسشون پنبه کتانه، ماسکایی داریم که جنسشون ژله‌ایه، ماسکایی داریم جنسشون خیلی ماسکای زیادیه که من همه این ماسکا رو براتون دونه دونه روی حالا جایی که بتونم هم تکسچر دونه دونه‌شو نشون میدم، هم که بتونید تکسچر رو بهتر ببینید. ماسکای خونگی که خودم استفاده کردم و تا الان خیلی راضی بودم برای پوستای جوشدار که توی پیجم هم چندین بار معرفی کردم. ماست کم چرب یه قاشق غذاخوری ماست کم چرب، یه قاشق چایخوری نعنای خشک تازه، یعنی نعنا خشکی که چند سال نمونده، حالا مثلا 1-2 ساله،
یا اینکه تازه خشک شده. این ماسک واقعا هم باعث کاهش التهاب پوست میشه، هم باعث نرم شدن پوستتون میشه و یکی از محبوب ترین ماسک‌های خونگی منه. ماسک بعدی سفیده تخم مرغه. برای منافذ باز از سفیده تخم مرغ قشنگ باید هم بزنید، از اون حالت اولیش در بیاد و بعدش میتونید با براش بزنید، روش دستمال کاغذی بذارید، با براش بزنید، روش دستمال کاغذی بذارید. توی سفیده تخم مرغ من پیشنهادم اینه که 1-2 قطره هم میتونید از آب لیمو تازه استفاده کنید، یعنی لیموی تازه. اگه استفاده هم نکنید هیچ مشکلی نداره. برای منافذ باز و لایه برداری فوق‌العاده عالیه این ماسک تخم مرغ. کاملا همش میزنید رو صورتتون. زمانی که خشک شد، کامل خشک شد، آروم آروم از صورتتون میکنیدش. این ماسکای خونگی بود که من خیلی دوستش داشتم برای جوش و منافذ. اگر ماسک روشن کننده میخواین، ماسک ضد لک میخواین، اینا همه میگم به صورت مقطعیه، ولی میتونید از ماست کمچرب زردچوبه استفاده کنید. ماست کمچرب و زردچوبه رو به یک میزان قاطی کنید، روی پوست تمیزتون بزنید، به جز دور چشم و دور لبتون، یعنی اینجاهای لب نباید بخوره، و دور چشمتون 20 دقیقه بمونید، 10 دقیقه تا 20 دقیقه بمونید و بعدش با آب بشورید و بعدش با پنبه و شیر زردی صورتتون رو بگیرید. به طور کلی انتخاب اول من ماسکای خونگی نیست. انتخاب اول من ماسکایی هستش که توی لابراتوار درست شده. انتخاب اول من لایه برداری خونگی نیست، اما انتخاب دوم یا سوم من میتونه انتخاب ماسکای خونگی و طبیعی باشه. به عنوان مثال برای لب میتونید اسکراب درست کنید. من پیشنهاد میکنم اصلا اسکراب لب نخرید. حتی برای مشتریاتون هم توی کاسه‌های کوچولو اسکراب لب درست کنید و برای مشتریاتون انجام بدید. چرا؟ چون واقعا اسکراب لب گرونه و برندهایی که من میشناسم مثلا اسکراب لباشون اکثرا گرونن، 300 تومن، 200 تومن، 250 تومن و فقط واسه اسکراب کردن لب مشتریاتون 200-300 تومن واقعا ارزشش رو نداره، چون اسکراباشون کوچولوه، انقدر زود تموم میشه. به جای این کار میتونید چی کار کنید؟ به جای این کار میتونید شکر سفید، شکر قهوه‌ای آب میشه، شکر سفید، یه تقریبا نصف قاشق چایخوری عسل، در صورتی که دیگه حالا دیدید خیلی لب شخص نازکه، یه قاشق چایخوری هم گلیسرین با هم دیگه قاطی کنید، روی لب تمیز بزنید، آروم آروم به صورت دورانی ماساژ بدید و بعدش پاک کنید. از مرطوب کننده لب مثل بالم لب ها، لیپ گلاس ها برای لب هاشون استفاده کنید یا برای لبای خودتون. برای دور چشم به هیچ عنوان سعی کنید از روغن‌های مختلف استفاده نکنید. روغنایی که مثلا من دیدم دیگه میگن روغن خراطین بزنید دور چشمتون، چون الان مبحث ماسکای خونگی و اینا شد، گفتم براتون توضیح بدم. میگن روغن خراطین بزنید به دور چشمتون. روغن خراطین خیلی خوبه، اما من دارم بهتون اینو کاملا دوستانه میگم. روغن خراطین هیچ روغن سچ واوی نیستش که بیاد برای شما کار معجزه لیفتینگ رو انجام بده و اینو میتونید به مشتریاتون هم انتقال بدید. و کار بعدی که بر پوستتون روغن خراطین انجام میده زدن میلیاست. میلیا چیه؟ براتون در آینده تو بیماریهای پوستی توضیح میدم. میلیا میزنه پوستتون چرب میشه، دور چشمتون جوش میزنه، پس این کار رو نکنید. در مورد پکیج‌های دور چشم و همه اینا هم با هم صحبت میکنیم. امیدوارم از ماسک دستی که بهتون گفتم بتونید خیلی خوب استفاده کنید، چون من واقعا عاشق اون ماسک دستم و ماسک تخم مرغ و ماسک نعنا که ضد جوشم خیلی عالیه. این لایف سیو میشه مثل باقی ویدیوها. و در مبحث بعدیمون انواع دستگاه هاست که بهتون بگم کدوم میتونید بخرید و خوبه، کدوم رو نخرید و خوب نیست. و امروز جلساتمون بر همین اساس میگذره.